جمهوری اسلامی جنایتی که به انسانها کرد به خود کشور نکرد، والله نکرد. قدیم هم آقا قاجار و این و اون خلاص ایران رو یه ذره دادن رفت دیگه. اینا خرمشهر رو دادن رفت، بعد گرفتن دیگه، دیگه لت و پار کردن. این همه شهدا، این همه برادرای جهان‌آرا رفتن اونجا، خدا رو همه‌شون رو بیامرزه که اونا رو اعدام کردن. خب کشور رو از دست ندیم ولی مردم رو از دست دادن. برادر رحم داشته باشید، وجدان داشته باشید. شما فرزندان کوروش هستید. شما اصلا فرزندان خدا. یه سری کوروش رو دوست ندارن، یه سری اینا رو دوست دارن. همون اینا رو هم که دوست دارین شما فرزندان خدا هستین، زیر سلطه اینا هستین. اینا که شما رو دنیا نیاوردن برادر، که پدر مادر تو رو دنیا آورد. غیر اینو مگه 46 سال اینا روی شما هستن، روی ما هستن. من تو این 2 سال فهمیدم اینا چه جنایتی، انقدری که جنایت